چند وقت پیش کرج سخنرانی داشتم، یه جوونی بعد از منبر اومد گفت حاج آقا، گفتم بله. گفت من جلو چشمامو نمیتونم بگیرم، چیکار بکنم؟ گفتم ببین یه باوره، دیدم فایده نداره. یه دو تا از آقایون هم از علمای کرج هم کنار ما نشسته بود. خدا به دل ما انداخت، این حرفا حد کپون ماها نیست، گاهی خودش تو دهن آدم میگذاره. بهش گفتم بخند جان، ما یه مشکلی داریم، این مشکل رو میفهمی؟ گفت چه مشکلی؟ حالا به شما میگه. گفتم مشکل ما اینه که شیرینی گناه کردن رو چشیدیم، اما شیرینی گناه نکردن رو نچشیدیم. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین وقتی آدم میتونه ناموس مردم رو ببینه و نبینه، همون موقع که داره نگاه نمیکنه تو دلش بگه مهدی جان، من نگاه نمی کنم برای اینکه بتونم جمال تو رو ببینم، من نگاه نمی کنم برای اینکه تو نگاه نکردن من لبخند میزنی، من نگاه نمی کنم برای اینکه دعای تو نگاه نکردن به منه، من نگاه نمی کنم برای اینکه تو نگاه نکردن من دلخوشی پیدا میکنی، وقتی نگاه میکنم ناراحت میشی، وقتی نگاه میکنم دلت غم میگیره، وقتی نگاه میکنم از چشت میافتم، ولی وقتی نگاه نمیکنم احساس میکنم خنده رو لبای حجت خدا ایجاد کردم. این خیلی قیمتیه، آدم بتونه امام زمانش رو خوشحال کنه، این خیلی شیرینی داره، ما اینو نفهمیدیم. و اگر تکرار بشه جوونها پرده ها و حجابا میره کنار، تو ادامه بده، حداقل 40 روز ادامه بده، 40 روز مهدی فاطمه رو شاد کن، 40 روز لبخند رو لبای مهدی فاطمه ایجاد کن. بهت میگم حجت خدا خوشحال کردن چی توش گیرت میاد. یهو میگی سیستم خوابت میریزه به هم، سری یه وقت خاص خوابت میگیره، بهترین جلسه رو با رفیقات ترک میکنی، میری میخوابی، مثل که 10 تا قرص خواب خوردی. سر وقت خاص که خودتون میدونید کیه میگم، مثل که یکی دست بزنه رو سینت، پاشو سعید جان، پاشو علی جان، پاشو، انگار یکی بیدارت میکنه، پاشو بابا، پاشو وقت ملاقات رسیده. چشتو باز میکنی، خودت هم میگی من اگه 10 تا توپ بالا سرم در میکردن بیدار نمیشدم، اگر 100 تا زنگ کوک میکردم و موبایل کوک میکردم بیدار نمیشدم. هیچ کس منو بیدار نکرده، من نه ساعتی کوک کردم، کی منو بیدار کرد؟ میگن وقتی حال میدی، وقتی لبخند و لبای مهدی اجرا میکنی، وقتی دل مهدی رو به دست میاری، این نور داره دیگه. یکی از نوراتش اینه، شبا بیدارت میکنن، پاشو تو اون ساعتی که فقط مهدی بیداره و یاران مهدی، تو پسر 16 ساله، تو جوون 20 ساله، تو هم تو اون فضایی که مهدی بیداره تو هم بیدار باش. بعد کم کم خوابای عجیب غریب میبینی، بعد کم کم ذهنت باز میشه، هر وقت دهنت بیاد بیرون رفیقا میگن فلانی جورایی شده ها، خیلی دقیق حرف میزنه، کم کم اعتبارت میره بالا، کم کم رو حساب میکنن، کم کم احساس میکنی که نمازت وقتی میخونی این اهدنا الصراط المستقیم رو داری میخوری، داری لمس میکنی، داری میبلعی، داری عشق‌بازی با نماز میکنی. یه وقت خودت پیدا میکنی میبینی ای وای، نمازت اگر 2 ساعت طول بکشه احساس خستگی نمیکنی، میگی من همونم که نماز صبح که میخوندم 4 تا خمیازه تو رکعت اولش میکشیدم، من همونم که قنوت رو یه اللهم صل علی محمد و آل محمد میگفتم و میرفتم،
من همونم که تشهد وقتی میخوندم یه سلام بیشتر نمیدادم، میگفتم 2 تا سلام اولی مستحبه. من همونیم که تسبیحات اربعه رو یکیشو میگفتم واجبه، 3 تاش مستحبه، همون یکیو بگو واجبه. من همونم که قنوت رو میگفتم مستحبه ولش کن. من همونم که نه اذان میگفتم نه اقامه. من همونم که اگر عشقم میکشید نماز میخوندم. حالا چطور شده؟ معجزه شده؟ دلم نمیخواد از سجاده بلند بشه. بعد خودت میگی فهمیدم نون کجا رو میخورم. لبخند و لبان مهدی ایجاد کردم، مهدی هم مهر تایید رو پیشونیم کوبید، شدم از غلامان حجت ابن الحسن، از منتظران